سلام علیکم دوستای عزیز. خدا کنه که جور و صحتمند باشید و رمضان را به خوشی و خوبی سپری کنید. امروز باز یک از ویدیوهایی که میخوایم منتشر کنم شما دوستا تماشاگر باشید درباره همین آخوندا و ملاهایی که همه مردم را گمراه ساختین، همه دین ما را بدنام ساختین. میخوایم یک از ویدیوهایی که اینا کارهای ناروا ناپسنده که در جامعه اجرا میکنن، مردم میبینه فکر میکنه که اسلام امین است. مردم فکر میکنه که اسلام امی قسم است. مردم فکر میکنه که اسلام امی راه است. نه خیر، اسلام خود یک چیز پاک است. اسلام یک راه روشنی است. اسلام یک راه پیروزی است. اما این ملایی که بدنام سازی اسلام را میاندازن، اینا از اسلام نیستن. اینا افرادای از اسلام نیستن. اینا کسایی هستن که سازمان بر اینا حقوق تعیین کرده، حقوق میده درباره هر کار اینا. شما برید دوستا این ویدیو رو یک تماشا کنید، پس دوباره درباره اینا یک چند سخن طولانی نمیگیرم، یک چند سخن کوتاه میزنم. Amina, Amina, ragawin aja. ویدیو را که تماشا کردید دوستا، نال شما خودتان قضاوت کنید که یکی از افرادایی که مثلا غیر از اسلام باشه همچی آدم ها را ببینه درباره اسلام چی فکر میکنه. طبعا فکر ای را میکنه که نه بابا، اسلام اینجوری اگه باشه ما را از اسلام تیر. این چی وحشیگری است، این چی کار ناپسندی است. اصلا اینا در جمله آدم نمیره، اصلا اینا در جمله انسان نمیره. مسلمان خب سر جایش باش. اینا نمیدونم از کدام طایفه سگ هستن، از کدام طایفه یهود هستن، از کدام طایفه جت هستن. بعد پدر شما انسان های کثافت نارد که همچو دین مقدس شما اسمش بد میکنی، نام رسول الله مبارک شما بد میکنی، نام صحابه را شما بد میکنی. بعد پدرتان نالد، بعد پدرمو ذاتتان نالد، بعد پدرمو نسلتان نالد.